خیلی ها دنبال اینن که زیاد عمر کنن و معمولا کسانی که سن و سالشون از 70-80 میگذره به این فکر میفتن که ای کاش میشد بیشتر عمر کردیم. اما من توی 40 سالگیم یه حقیقتی رو راجع به زمان و عمر پیدا کردم که دارم انجامش میدم و میخواستم اینم توصیه بکنم به همه همسن و سالای خودم، حتی کمتر از خودم، جنسیت‌های متفاوت، سن بالاترها، حتی که کیفیت زندگی ما مهمه، سن و سالمون مهم نیست و کیفیت زندگی اصلاً بستگی به میزان درآمد و آسایش و رفاهیات ما نداره. همونجوری که دارین میبینید چون انسان دچار اجتماع شده، طبقه بندی شده، یعنی برنامه ریزی شدیم از نسل‌های قبلمون و حتی برای نسل‌های بعد از خودمون هم برنامه ریزی هایی شده که هر کس بالاخره یه شغلی رو دست بگیره، میزان درآمدی داشته باشه و همه قرار نیست ثروتمند باشن. اینو باید بپذیریم، ولی راهشو گذاشتن. از اگه کسی بخواد ثروتمند از لحاظ مادی بشه، راهش وجود داره و میتونه انجامش بده. اما این خیلی مهمه که شما به حقیقت موضوع هم پی ببرید. من چیکار کنم الان اگه بخوام عمر بیشتری کنم؟ چجوری میتونم با کیفیت ترش کنم؟ ببینید، زمان نسبیه. اینو آقای انیشتین میگه که دیگه معروفیتش حتی میگن از پیامبر هم بیشتر هست، یعنی پیروان خیلی بیشتری داره چون بر پایه علم صحبت میکنه. آقای انیشتین میگه کسی که با معشوق خودش داره وقت میگذرونه، زمان براش خیلی زود میگذره و کسی که در رنج و اندوه، زمان بسیار براش کند میگذره. خب شما اینو در نظر بگیرید، همین موضوع کافیه که ما به اون حقیقت زمان دست پیدا کنیم. ما در واقع در زمین، خب چون بعد سوم هست، ما 3 تا زمان داریم: گذشته، حال و آینده، که همه بهش واقف هستن. اما اگه تو امروز 100% به این اعتقاد پیدا بکنی که گذشته و آینده‌ای وجود نداره، چی؟ و همه چیز لحظه حاله. یعنی ما اگر بتونیم توی زمان، از این 3 زمان، توی لحظه حال زندگی بکنیم و به فرکانس لحظه حال دست پیدا کنیم و بتونیم 24 ساعته در لحظه حال باشیم، زمان برای ما متوقف میشه و دیگه مفهوم گذشته و آینده از بین میره و اینجوری شما خیلی با کیفیت تر میتونید زندگی کنید. ما نمیخوایم که کند بگذره یا تند بگذره، ما حرفمون اینه که بیاد ثابت بمونه. جسم ما تحلیل میره، رنگ موی ما تغییر میکنه، چروک توی صورتمون میاد، خمیده میشیم، تواناییمون و انرژیمون در واقع کمتر میشه با گذشت زمان توی زمین. اما میشه این چرخه رو تغییر داد به شرط اینکه شما بیان توی لحظه حال زندگی کنید و اینکه چجوری بتونی گذشته رو با اون همه داستان‌هایی که ما متاسفانه فقط غم‌هاش رو توی لحظه حالمون میاریم و آینده‌ای که از همین لحظه هست تا بی نهایت، که ترس و استرس و اضطراب و نگرانی شما با خودمون متاسفانه میاریم توی لحظه حالمون، اینا رو خیلی راحت میتونیم از بین ببریم. و من به این موضوع رسیدم که اگه مایل باشید میتونم اونو در اختیار کسانی قرار بدم که واقعا تشنه این آگاهی باشن و بخوان بهش برسن و دست پیدا کنن و زمان رو برای خودشون متوقف کنن و 24 ساعته غرق در شادی باشن. و فراموش نکنید، اینو من بارها گفتم، خیلی ها به خاطری که به این موضوع برسن، یعنی از گذشته رها بشن و از آینده هم رها بشن، میان به صورت فیزیکی یه سری کارهای رو تو جهان بیرونشون انجام میدن و به لذت زیاد میرسن. حالا خیلی موضوعات هست، مثلا مشروب خوردن یا سکس یا دود یا خیلی موضوعات دیگه. این باعث میشه که چند ساعتی رو توی گذشته و آینده نباشن ولی غرق در شادی باشن و این اشتباهه. چرا که تمام شدنیه. ما لذت رو میخوایم ولی از لذت بالاتر شادی هست.
اگه ما بتونیم به شادی دائم دست پیدا کنیم 24 ساعته در لذت هم خواهیم بود، ولی در لذت ها متاسفانه ما شادی موقت داریم، یعنی تموم میشه. مشروب خوردی چند ساعت، ذهن درگیر نبوده، ولی مطمئن باش میپره و تو باز هم برمیگردی تو گذشته و غم و حسرت ها و باز برمیگردی به آینده، به ترس ها و نگرانی ها. پس بیایم بها بدیم، ارزشش رو بدونیم و زمان رو متوقف کنیم برای خودمون و در لحظه حال زندگی کنیم. بی خود نیست که اکهارت توله، بزرگترین معلم معنوی زنده حال حاضر کره زمین، ایشون میگه بزرگترین دستاورد یک انسان حضور در لحظه حاله. در پناه دستان امن خداوند باشید.